اسم یک نسل نوی تلویزیون‌های زمانی استقلال است. شعار اولین زمان تأسیس‌یابی‌اش چنین بود: با گذشت سالها با بهتر شدن وضع اجتماعی و اقتصادی در کشور شرایط و امکانات برای رشد تمامی ساحه‌ها فراهم آمد. از جمله در مرکز ولایت وسایط اخبار عامه الکترونی را به انکشاف گردید. شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم از روزهای اولین فعالیت خود را چون تلویزیون محلی معرفی نموده در انعکاس حیات اجتماعی و اقتصادی شهر خوجند حصه گذار است. امروز سیمای مستقل یکم مکتب خوب تربیت ژورنالیستان جوان را سازمان داده است که هر یک نفر جوان نوخط این ساحه در اداره تلویزیون سیمای مستقل یکم تجربه کار می‌آموزد. برنامه‌های رنگین و جالب تلویزیون همه قشرهای جامعه را فرا گرفته است. مخصوصاً توجه به برنامه‌های جوانان سالهای اخیر روی به افزایش دارد. برنامه‌های تاکشو جوانان روی به رو، دانش سنج، نگاه نو مثال این گفته‌ها میباشد. آفتاب باران رفزنه به شناخت شعر استاد لایق شیرالی است. برنامه‌های پیچیده زمان و توجه سلسله تاکشوهای اجتماعی است که از مسائل مبرم روز سخن می‌کند. برنامه‌های در صحبت صاحب دلان و چراغ هدایت بیننده را به عالم معرفت و اخلاق نیک راهنمایی می‌کند. برنامه آرمان خود یک اقدام نجیبی است که در همکاری با فوند خیریوی آرمان تهیه می شود. رسالتش دستگیری انسان‌های نیازمند است که به آرمان دل صدها نفر بیماران مخصوصاً کودکان می رسد و آنها را به آرزوی دلشان که سلامتی است همراهی و کمک می کند. و نهایت برنامه اطلاعاتی خبر یگانه برنامه می باشد که از سنه تأسیسیابی‌اش تا به امروز به تأخیر تهیه و منظور تماشابینان می گردد. این برنامه آینه روزگار ساکنان است که همه روز آدمان را با نویدهای روز آشنا می سازد. بهر مطابقت با شرایط امروزه رشد تکنولوژی‌های معاصر، شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم از میانه‌های ماه فوریه سال جاری با پخش رقمی در فرمت HD گذشت. این امکانیت می دهد که بینندگان آن را با رنگ و نمای دیگر و صفت تکنیکی بلند تماشا کنند. همه این دستاوردهای اسیمیک این ثمره زمانی آسایشته استقلال وطن است. در فعالیت خود همیشگی دستگیری مقامات اجرایی ولایت و شهر را احساس می کند و رابطه همکاری را با تمام نهادهای دولتی و جمعیتی خوب به راه مانده بهر آبادی تاجیکستان سهم گذار است. گزارش گلحیا کمالزاده و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.